تاریکی مطلق. اوف، بنازم. اینجا رو نگاه کن خدایی، زاویه نور رو نگاه خدایی. به به آقا بنازم. ولی این یکی دیگه قشنگ کارو در میاره. گرم شد به این زودی، داره باد گرم میزنه، عجیبه. سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی باشه. توی کامنت های ویدیو قبلی و توی گروه تلگرام ازم خواستین که یه چراغ قوه دوربرد مشتی بسازیم و امروز قراره با هم دیگه یه چراغ قوه خفن و حرفه‌ای با هم دیگه بسازیم. دوربرد یه نور عالی داشته باشه و یه چیز مشتی و فوق‌العاده. با سعی کردم قطعات دم دستی ردیفش کنم. بریم با هم دیگه یه چراغ قوه خوشگل 50 وات حرفه‌ای ترتمیز بسازیم که فوق‌العاده گجت کاربردیه. اگه که بتونیم خفن درش بیاریم فوق‌العاده میتونه کاربردی و خفن باشه و کلی هزینه‌هامون رو کم کنه، علاوه بر اینکه چیز دستساز دیگه خودشه. قطعات رو معرفی کنم، بریم ببینیم چیا داریم و بعد با هم دیگه بریم سراغ ساختش که یه چیز مشتی قراره در بیاد ازش. قطعات چیا داریم؟ خیلی قطعات دم دستی. یه تیکه لوله پی وی سی سایز 40، اندازش هم تقریبا 20 سانته. یه دونه تبدیل پی وی سی سایز 63 به 40، این طرف 63 میخوره این طرف 40، اینم ساده است. و یه دونه فن 12 ولت داریم 4 سانتی. یه دونه چیپ 50 وات 12 ولت که شما هر چیپی میتونید تهیه کنید. 20 واتش هست، 30 واتش هست، 100 واتش هست. این مدل 50 واتشه، ولتاژ کاریش 12 ولته. یه دونه کلید 3 حالته دارم. یه تیکه هیت سینک دارم واسه اینکه حرارت LED رو ازش دفع کنم و یه دونه رفلکتور دارم که نورم رو جمع کنم و یه دونه لنز که اون طرفه آخر کار نشونش میدم. و عرضم به حضورتون که اینو یه تیکه لوله سایز 63 که از زانویی بریدم. حالا بهتون نشون میدم و میگم که چرا از زانویی پی وی سی بریدم. اینو بریم که با هم دیگه ردیفش کنیم. قطعاتم میگم آخر ویدیو که همه رو از کجا تهیه کنید. هر کدومتون نمیدونستید، مثلا مثل این رفلکتور که هر جا گیر نمیاد، میگم کجا میتونید تهیهش کنید. خب اولین کاری که میخوام بکنم اینه که یه دونه هیت سینک دارم که حالا هیت سینک من یکم کوچیکه، به خاطر همین من مجبورم فن بذارم. اگه هیت سینکتون یکم بزرگتر باشه دیگه الزاما نیازی هم به فن نیست، میتونید کارو ساده‌تر در بیارید. حرارت اینو یکم زیاده، واسه همین یه هیت سینک بزرگ میخواد. من چون هیت سینک بزرگ ندارم از هیت سینک کوچیک با فن استفاده میکنم. لزوما هم نیازی نیست که هیت سینک خورشیدی این شکلی باشه، میتونید از این هیت سینک هم که تو بازاره استفاده کنید، مشکلی هم نداره. مهم اینه که این حرارت این LED دفع بشه دیگه. حالا هر طوری که میتونید دفعش کنید اوکی، مشکلی نداره. کاری که اینجا میخوام انجام بدم، میخوام هیت سینک و چیپ و فنمو با هم دیگه فیکسش کنم. یکم خمیر سیلیکون میزنم. اینم از فنم هم طوری میذارم که بادو به سمت بیرون پرتاب کنه، از این قسمت بکشه به این طرف پرتش کنه، اینطوری بهتره. حالا چند تا دونه پیش دارم، اینا رو از این ور رد میکنم، اون ور مهره میشه و کار ما در میاد. این بیاد اینجا به این شکل. خب این از این 4 تا پیچ مهرها از این سمت بسته شد. هیت سینک و چیپ و فنم با هم دیگه فیکس شد. فنم 12 ولته، چیپم هم 12 ولته. پس 2 تا سیم فنم مثبت به مثبت چیپ وصل میشه مستقیم، منفی هم به منفی که همزمان با هم دیگه روشن بشن. هیچ قطعه اضافی هم سر راهشون نمیخواد. خب اینم از این منفی به منفی مثبت به مثبت وصل شد. خب حالا این میره داخل این تبدیله. به این شکل. حالا اگه که پیچام یه ذره بلند باشه یا باید سر پیچا رو بزنم یا اون سمت رو سوراخ کنم و اون سمت مهرش کنم پیچا رو. این دوتا کار رو میتونم بکنم چون پیچام یه ذره بلنده. این یه ذره باید بره هنوز کف کار بشینه، یکم باید بره داخل تر. خب 4 تا سوراخ زدم اینجا و الان این پیچا خیلی قشنگ از اون سر میاد بیرون و
این داخل کیپ میشه. حالا کاری که باید انجام بدیم چیه؟ خب من فن دارم، فن یه ورودی و خروجی هوایی میخواد. من این دور تا دور رو چند تا سوراخ میزنم واسه اینکه باد فن از این ور پرتاب میشد بده بیرون. چند تا هم سوراخ این دور میزنم که باد فن رو بکشه از لایه این هیتسینگ و هیتسینگ من کامل خنک بشه. خب اینم از این سوراخ‌ها رو زدم و البته این سوراخ‌ها که اون جلو زدم آخری کار واسمون داستان میشه که حالا باید یه فکری واسش بکنیم. بریم سراغ ادامه کار و سیمکشی و چیپ و نصبش کنیم و رفلکتور و این داستانا. بریم که داره بخش جذاب کار میرسه. این تا اینجای کار کیپه پیچو از این طرف به سختی زد بیرون و این الان تو جای خودش کیپه. یه چسبم آخری بهش میزنیم و کار تا اینجا در اومدیم. خب واسه تغذیه من خب 12 ولته. من اومدم از 3 تا دونه باتری لیتیوم به همراه ماژول محافظ شارژ استفاده کردم. ماژول محافظ شارژ کارش چیه؟ اکثر رفقا میدونن، واسه اون رفقایی که نمیدونن ماژول محافظ شارژ وقتی ما بخوایم باتری‌ها رو سری کنیم که 3 تا دونش بشه 12 ولت برسیم، میایم با استفاده از اون نقشه‌ای که ماژول محافظ شارژ بهمون میده باتری‌ها رو به جای اینکه سری کنیم به ماژول دونه ماژول محافظ شارژ وصل می‌کنیم. ماژول محافظ شارژ میاد توی خروجی 12 ولت به ما میده. حالا کارش چیه؟ کارش اینه که ولتاژ رو بین باتری‌ها بالانس میکنه، عمر باتری‌ها طولانی‌تر میشه، هم توی دشارژ هم توی شارژ. هم توی شارژ واسه ما بالانس میکنه برق بین باتری‌ها، هم توی دشارژ. یه کار دیگه هم که انجام میده وقتی که باتری‌ها از یه حدی شارژشون کمتر بشه نمیذاره کامل خالی بشن. قبل از اینکه کامل خالی بشن خروجی واسه ما قطع میکنه که عمر باتری‌ها طولانی‌تر بشه. موقع شارژ هم دقیقاً به همین شکل وقتی باتری‌ها فول شارژ بشن مسیر شارژ رو کلا قطع میکنه که به باتری‌ها فشار نیاد. این کار ماژول محافظ شارژه که مدل مختلفش هست بسته به ولتاژ و جریانی که ما می‌خوایم. خب ورودی و خروجیش یکیه، مثبت و منفی از همون دو تا پایه‌ای که واسه تغذیه استفاده می‌کنیم از همون دو تا پایه هم واسه شارژ خودش استفاده می‌کنیم. این دو تا سیم دورش یعنی 4 رشته در واقع 2 تا دو رشته سیم ازش گرفتم، یکی واسه تغذیه چراغ قوام، یه دونه هم واسه شارژ خود باتری‌ها. خب این سیم بلنده رو واسه تغذیه خود چراغ قوام در نظر گرفتم که از داخل لوله رد می‌کنم. منفی مستقیم به منفی چیپ هم وصل میشه، مثبت سر راهش یه دونه کلید قرار میگیره. یه تیکه وارنیش این از سیم منفی باتری مستقیم به منفی چیپ وصل شد. مثبت منفی حتما باید رعایت بشه که اگه رعایت نشه ممکنه چیپ بسوزه. این سیم مثبت چیپ هم از داخل این سوراخ رد میشه چون واسه کلیده. یه کلید 3 حالته دارم واسه اینکه بتونم نورم رو کنترل کنم، کم نور و پر نور داشته باشه چراغ قوام. به اضافه یه دونه مقاومت وات بالا 5 وات 10 اوم من میخوام استفاده کنم. 5 وات 5 اوم من میتونید استفاده کنید. حالا دیگه بسته به این که حالا بخواید کم نورش چقدر نورش کم باشه، تفاوت نور زیاد و کمش چقدر باشه اینو میتونید. 2 تا پایه مقاومت هم به 2 تا پایه کناری لحیم میشه به این شکل. بریم این کار انجام بدیم. 2 تا پایه‌های مقاومت به پایه‌های کناری لحیم میشه. این از این به این شکل. حالا مثبت باتری من به پایه وسط لحیم میشه. مثبت چیپ هم به یکی از پایه‌های کناری لحیم میشه. خب من الان اومدم فقط تست کردم دیدم که با مقاومت 10 اوم نورش خیلی کمه. اومدم یه دونه مقاومت به جای 10 اوم یه دونه مقاومت 4 و 7 اوم همون تقریبا 5 اوم گذاشتم. بین 4 تا 5 اوم خیلی اوکی تره. حالا سیم چیپم مثبت چیپمو وصل میکنم به یکی از پایه‌های کناری که قرار بود وصل کنم. اگه که بخوایم پر نوره رو این 2 خطه در نظر بگیریم سیممو باید به پایه سمت 1 خطه این یه دونه یکی بعد وصل کنم. اینم از این که سیم کشیش خیلی ساده و راحت و بی دردسر. خب کلید بره توی جای خودش بشینه.
خب این از کلیدم، اینم از سیمام، اینم که جمع میشه میره داخل و تا اینجا کار جمعه. اینم که خیلی خوشگل ویزی میره داخل کار میشینه. پس این تا اینجای کارم. حالا باتریا هم میرن داخل کار به این شکل. یه چسبم حالا یه چسب حرارتی میزنیم و اما این ته کار که مربوط به شارژ باتری ها. یه تیکه از همین لوله پی وی سی ها حرارت دادم، صافش کردم، یه تیکه بریدم به این شکل میره ته کارم چسب میخوره. یه دونه جک آداپتور مادگی اینکه مشخص باشه، مهرش رو از سیمم رد میکنم. مثبت من به این پایه میخوره، منفی به پایه کناری. به همین سادگی مهرم میاد بسته میشه و کار ما در. این هم از اینجای کار. حالا باتری ها رو باید با چسب حرارتی داخل لوله فیکسشون کنم و در تای باکس رو ببندم دیگه. تای باکس کاری نداره. این از ته لولم یه که دستمالم گذاشتم که اتصالی نشه و خیلی خوشگل این میاد اینجا چسب میخوره. اینم تا اینجای کار. رسیدیم به قسمت جذاب کارمون. یه دونه زانویی داشتم، زانویی پی وی سی به این شکل. این قسمتشو بریدم. قسمت میبینی یه ذره پله داره، اینو کارش داره. یه دونه لنز دارم 60 میل 30 درجه، 60 میل قطرشه، 6 سانت قطرشه، زاویه پرتاب نورش 30 درجه است. این لنزها یکم سخت گیر میاد. من از پاساژ مهتاب مشهد خریدم، خیابون سعدی. پیجم دارن، پیجشون واسهتون میذارم. ولی خب شما میتونید واسه اینکه دم دستی تر بشه از لنزای چراغای هالوژن سوخته استفاده کنید. اینقدر زاویهش بسته نیست، اونقدر دوربرد نمیشه، ولی خب کارو واسهتون در میاره. شما میتونید از اون استفاده میکنید بدون هزینه و خلاصه بدون هزینه کارو در بیارید دیگه. ببینید این لنز من الان این خورد زمین، قسمتش شکست متاسفانه و الان من اینجا یه ذره مشکل دارم چون خاطر همین شکستگی دوست دارم از این بیاد بیرون. این خیلی خوشگل میاد داخل، این به این لبه گیر میکنه و منم همینو دقیقاً میخوام. این واسه کار من عالیه. این میاد اینجا. حالا رفلکتور داستانش چی میشه؟ من از این رفلکتور نمیخوام استفاده کنم، چون من میخوام از این رفلکتور استفاده کنم لنز من میفته داخل این. شبیه اون چراغ موتوره بود که ساختیم قبلا. اینو باید من از اینجا برش بزنم. کلا اینقدر رفلکتورم استفاده میشه و اونقدر کاربردی نداره. از اونجایی که لنز من خودش نور جمع میکنه تا حد زیادی واسه من اینجا میخوام رفلکتور رو فرمالیته کنم. البته رفلکتور 4 سانتی هم 40 میل هم دارم، ولی خب اینم دوباره کوچیکه، سایزش کوچیکه، یه قسمت از لنز من میمونه کلا. واسه همین من میخوام از لنز کلا از رفلکتور کلا استفاده نکنم، ببینم چی میشه. اگه خروجی کار ضعیف بود رفلکتورم میذاریم دیگه. این رفلکتور از اونجایی که لنز قرار میگیره برش میخوره میاد میشینه سر اینو، اونش دیگه خیلی مهم نیست، کار خاصی نداره. این تا اینجای کاره، داخل کارمه. حالا این لنزه بره داخل این یه چسب بخوره، این میاد داخل این. حالا میتونم اینجا اینطوری فاصله قانونی هم تنظیم کنم که زاویه نورم تنظیم بشه. منتها واسه این که این بیرون نیاد باید یه فکری واسش بکنیم. خب و آمدم اینجا یه ابتکار به خرج دادم. از این چسب فویلیا برداشتم، داخل این یه دور چسب زدم. الان هم اینجا یه ذره تنگ‌تر شده، لنزم بیرون نمیافته دیگه، هم حالت بازتابی نور داره داخل این و همین که این دیگه کیپ اینجا چیزی تقریبا نمیخواد. میتونم چیزش کنم و تنظیمش کنم اینطوری حالت چرخشی و کارو در بیارم. حالا شاید خیلی چیز استانداردی نباشه این قسمتش، ولی خب این قسمتش هم باید یه فکری واسش بکنم. حالا یا دو تا خار از اینجا میدم بیرون، اینجا حالت شکاف ایجاد میکنم که توی جای خودش بره جلو عقب توی این خارا گیر کنه. این کارو میتونم بکنم، ولی خب یکم دردسر. الان کیپه، الان اوکی. من لنزمو چسب بزنم. خب یه تیکه از این طرف زانوی بریدم، میام اینو میچسبونم اینجا که بشه محافظ لنزم ضربه نخوره. خیلی خوشگل. این میاد میچسبه اینجا و کار من در میاد. کارم تقریبا تمومه. اینم از این چسب خورد، کارمون در اومد.
خیلی خوشگل. چرخشی میاد میره داخل اینو. بریم واسه یه رنگ بهش بزنیم کارمون در اومده. این تیکه رو خدایی خیلی باش حال میکنم. چیز گنگ و خفنی شده. خدایی نگاه کن. این تیکه رو خیلی باش حال میکنم. بنازم. واسه شارژش هم که رفقا یه دونه آداپتور 12 ولت 1.5 آمپر یا 2 آمپر کفایت میکنه. خیلی خوشگل میاد میخوره اینجا و شارژ میشه. هر زمانی هم که فول شارژ بشه خودش مسیر شارژ رو قطع میکنه که باتری آسیب نبینه. این هم از این رخ کار. میخوام ببرمتون تو بیابون برهوت واسهتون تستش کنم ببینیم چند مرده حلاجه و چی ساختیم. خدای چیز خوش دست و لم و باحالی شده. دوستش دارم. باش حال دارم میکنم. بریم تو بیابون برهوت واسهتون تستش کنم. ببرمتون بیابون برهوت ببینیم چی ساختیم. حاجی اومدم تو بیابون برهوت واسهتون فیلم تست بگیرم. ملت میرن کجا ویدیو تست میگیرن از چرا خوبه، من اومدم کجا. بریم تستش کنیم که میخواید فلش گوشی رو خاموش کنم. رنگش زدم نگاه، لنز رو ولی رنگ نزدم. لنز گفتم همینطوری خوشگل‌تره. نگاه فلش رو گوشی رو خاموش کنم. اوف اوف این نور کمش، اینم بنازم. اوف خیلی خفنه حاجی. نگاه نور رو نگاه خدایی. اینو میچرخونی نور رو میندازه واسط اون دور. خیلی که دور برد نشده ولی کارو در میاره. نگاه عشق کنه. نگاه 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 اینو میچرخونی میاد جلو. زاویه نور رو نگاه خدایی. به به آقا بنازم. عشق 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 کن آقا. نگاه کن اینو میچرخونی. زاویه نور باز میشه. اینو میاری جلو نور متمرکز میشه. حالا انتظار داشتم خدایی لنز 30 درجه نور رو بیشتر متمرکز کنه، شاید به خاطر اینکه رفلکتور نذاشتیم، ولی خدایی نور خفنی داره. خدایی نور خفنی داره. شب و قشنگ روز میکنه و دارید میبینید دیگه تاریکی مطلق و کامل نور انداخته و خفن روشن کرده. اینجا رو نگاه، اینجا رو نگاه. زاویه نور واسه تنظیم میکنه. زاویه بسته، دوربرد، نور پخش. تازه نگاه اگر هم که هنوز نور پخش تر از این خواستی لنز رو در میاری کامل نور رو واسه پخش میکنه. یه تقریبا 180 درجه نور داره. نگاه اینطوری دیگه بدون لنز 180 درجه نور داره و اگه خواستی هم لنز رو میندازی داخلشو. خیلی خفن کارو واسه در میاره. اینم از این. نظرتون چیه رفقا؟ بریم کارگاه که دیگه تو این بیابون برهوت بیشتر از این موندن صلاح نیست. ولی انتظار داشتم نور برد باشه. شاید به خاطر اینکه رفلکتور نذاشتیم، نمیدونم. گرم شد به این زودی. داره باد گرم میزنه. عجیبه. نظرتون چیه رفقا؟ مرسی که تا آخر ویدیو من بودین. همینجا وسط بیابون برهوت باهاتون خداحافظی کنم. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید. اگه خوشتون اومد، اگه ایده‌ای دارید واسه واسه بهتر شدن این چراغ و اگه ایده‌ای دارید توی کامنت ها واسم بنویسید. دمتون گرم. نظرتون رو حتما توی کامنت ها واسم بنویسید. مرسی. اگه از رفقای قدیمی هستین که دمتون خیلی گرمه، زنگوله رو روشن کنید. اگر هم که چنل رو ندارین، کلی اتفاق خفن قراره با هم دیگه رقم بزنیم و کلی قراره گجت‌های خفن با هم دیگه بسازیم. چند تا اسپیکر پارتی باکس خفن قراره با هم دیگه رنده بسازیم و کلی پروژه خفن تو راهه. مرسی که هستید. دمتون گرم. مرسی که تا آخر ویدیو من بودین. لایک و کامنت یادتون نره. دمتون گرم. مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی فعلا نظرتون رو در مورد این واسم بنویسید.